والا من تو این روز عزیز، اون روز چون داره که قهرمانی پرسپولیس و 4مین قهرمانی پشت سرم، تبریک بگم به همه پرسپولیسی ها. ایشالله که سال دیگه 5میش هم بگیریم، ایشالله میتونیم میگیریم، توانش هم داره. آقای دایی تبریک بگم. من خیلی خوشحالم از این که تیمی که سالها باربادخانه عزیز توش بازی کردم، توش مربیگری کردم، تونسته این موفقیت رو به دست بیاره. انشالله که مبارک همه عزیزان باشه. آقای پیروانی هم فکر کنم تبریک گفت. والا منم تبریک میگم، انشالله که مبارکش باشه. در همین حال مجید جلالی عزیز هم پیغام فرستادن امروز. من خیلی خوشحالم از این که واقعا صادقانه بگم پرسپولیس مزد زحماتش رو گرفت. نمیتونیم ما بیایم بگیم مثلا این بود، اون مسئله بود، اینجوری و این، واقعا اینا همه نامردیه. با یه تیمی میتونه برنده میشه، قهرمانی میگیره. آقا سپاهان هم چند سال پیش 3 تا پشت سر هم قهرمان شده. حالا بعد بگیم فلانی بوده، نمیدونم بهمانی بوده. ایشالله که مبارکشون باشه. دعا هم بکنی که تیم هم نیفته بیاد بالا. میمونه تیمتون آقای جلالی؟ حتما قطعا ایشالله که میمونه. بعضی مواقع تو این شوخی‌ها بعضیایی که اصلا بهشون ربط نداره کاسه داغ‌تر از آش میشن و اعتراض میکنن. دقیقاً خود شخص شاید خیلی هم لذت ببره. شک نکن، من الان یه مصاحبه هم داشتم با دوستامون و به زودی هم میاد بیرون. مثلا خود علی آقای کفاشیان باهاش صحبت کردم، گفت که من نه تنها با زبون خودشون من نه تنها خیلی خوشم اومد، حتی خانواده‌ام خیلی خوشم اومد از این شوخی که شما با ما کردیم. ما تو فوتبال آسیا هم بودیم، حالا تو مسائل زیاد هم بودیم. ان شاءالله که موفق باشین شما. یا مثلا اکبر آقای میساقیان باور کن میگفت که خدا اگه من کلمی اگر بودی اینجا من بهت بازی میدادم، وضعیت مهم نیست بالا باشه یا پایین باشه، میدم میگفتم برو زمین گل بزن. آقای میساقیان شاهکارن، فقط برنامه زنده نگرانی میارن برای آدم. یه ذره خطرناک.